دنیا عجیب نیست، آدمان عجیبند. ناراحت باشیم کسی دلداری اما نمی کند، خوشحال باشیم کسی تبریک اما نمی کند، گریان باشیم کسی اشکهایمان را پاک نمی کند، اما ناخواسته اشتباهی کنیم همه سرزنشمان می کند. آدم هایی که محبت می کنند کمیابند، آدم هایی که قدر محبت را می دانند نایابند. زندگی به من آموخت که همیشه انتظار حمله و احتمال کسی باشم که با او خوبی فراوانی کرده ام. با همه مهربان باش، زیرا مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است. به همه خوبی کن، کسی فهمید همیشه کنارت میماند، کسی نفهمید روز دلش برای خوبی هایت تنگ می شود. در جمعیت زندگی می کنیم که از هر قدم مانده امان مردم از پی جستجوی خطای ما هستند که موردی بحث قرار می دهند. نباید به خاطر حرف مردم زندگی خود را ویران کنیم، زیرا دهان مردم همیشه باز است. پولدار باشی میگویند بایست، ساده باشی میگویند بدبخت است، در خانه باشی میگویند افسرده است، زیاد گردش کنی میگویند بیراه است. پس هرچی که مردم میگویند مهم نیست، زیرا خداوند خودش میداند که ما چگونه ایم. در این دنیا کسی به طور کامل بی عیب نیست. همه میخواهند بشریت را عوض بکنند، اما کسی